خطاب برای این دو حرامزاده که از بالای منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره طعن و مغرضانه و سخنان به اساس نسبت اپا و خواهر و نسبت قانونگذاری دولت عزیز ما شروع به گفتارهای بد و به غرضهای درونی خود گویا که جهاد در تاجیکستان امروز فرض است به فکر اینها برای آنها گفتنی هستم که ای احمد فیروز و ای عبدالقادر حامی، تو اصلش حامی نیستی، تو زانی هستی. من تو را مولوی گفتن به حقوق ندارم. تو کی؟ میدانم شخصیت تو را. تو پیشتر گروه طالبان را بی نهایت تحقیر و ملامت میکردی، زنها را بی نهایت تحقیر و ملامت میکردی. امروز برای تو چی شد؟ آیا زرخرید آنها شدی؟ و گفتنی هستم اولین مسئله، تو هیچگاه کاردار برای زندگی مردم ما نباش. و امروز مردم ما در تحت لوای صلح و ثبات و امن و امنیت کشورمان خوشبختانه از یک گریبان سر برآورده زندگانی کرده ایستاده اند. این را خوب درک کن، خوب بفهم. من برای تو چیزی میگویم، آیا ریش تو، لباس تو، زندگی تو حلال است؟ والله که حرام است. بنیاد و اساس زندگانی تو از حرام شدگی هست. تو باید برای زندگی دیگرها به دخالت کردن گفتنی هستم برای خوشبختی مردم خود امر و معروف و نهی از منکر کن. امروز تمام بنیاد حرامی ها در وطن شماست. آیا دروغ میگویم؟ نشأه فروشی در آنجاست، دختر فروشی در آنجاست، قوم لوط یعنی زانی و زناکاری در آنجاست. آیا دروغ میگویم؟ در آخر گفتنی هستم به خود بیا و طبق دستور عمل آیه مبارکه که خداوند خبر داد، استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به این آیه مبارکه عمل کن. اگر عمل کرده انشاءالله خوب است و الا خداوند جل و علا شانه خار و ذلیل گمراهت کند. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.